سلام، چطورید؟ خوبید؟ خب همونطور که قول داده بودم براتون ویدیو واسه این که بتونیم یک ایجنتی پیاده سازی بکنیم که کار استخدام بکنه رو دارم ریکورد میکنم الان. امیدوارم که هیچ ادیتی هم نخوره. خب خیلی سخت ادیت کرد. ببینید از کجا شروع بکنیم. اول از این که مطالبی که تو ویدیوهای قبلی میگم و سعی میکنم تو ویدیوهای جدید نگم. به طور مثال اینجا ما میخوایم سوپابیس رو کانکت بکنیم به عنوان چت مموری که فکر بکنم مثلا این استپو اگر یاد بگیرید دیگه عملا اوکیید. خب واسه چیز پروژه های بعدی در مرحله بعد قراره که یکم پرامپت ها رو بهتون نشون بدم برای اینکه چجوری پرامپت رو بنویسید. خیلی درگیر پرامپت نمیشم، حالا شاید تو آینده یه ویدیو کامل واسه پرامپت نویسی براتون ریکورد کردم. خب بعد اینکه بتونیم یه طول اد بکنیم که بتونه دیتا رو بذاره توی گوگل شیت ما که فکر بکنم خیلی چیز مهمیه این مورد. و آره، پس اگر حالا روی کانکت کردن تلگرام و یه سری مسائل و بیسیک سوالی چیزی داشتید، ویدیو قبلی یا ویدیوهای قبلی. بعد اینکه یک سری ستابام که توی کانال تلگرامه اگر خواستید به طور مثال برای دسترسی دادن به گوگل شیت برید تو گوگل و نمیدونم اون اوآت و اینجور چیزا رو ست بکنید، خب یه مقدار زمان بره. خب ما هر چی سریعتر بریم وارد ویدیو بشیم. من میخوام سعی بکنم اصلا کراپ نزنم، اصلا نمیخوام ادیت بکنم. ببینید در مرحله اول دو تا نکته. یک، من این تمپلیت رو گذاشتم توی کانال تلگرام. اوکی، برید دانلود بکنید و یا حالا خودتون ستاپ بکنید، ویدیو رو ببینید بعد تمپلیت رو بگیرید، یا اینکه تمپلیت رو دانلود بکنید کنارتون بذارید تمرین کنید دیگه برای خودتون. من اینجا یک ایجنتی درست کردم که کار استخدام میکنه، یعنی الان 6 تا ایجنت. خب و شما میتونید اضافه بکنید، کم بکنید با پرامپت ها. حالا بهتون میگم کجای پرامپت ها رو میتونید عوض بکنید دقیقا. من اینا رو میذارم اینور. خب خیلی تفاوت نداره دیگه. رو همین پایتون دیو چیز میکنیم. اوکی، یکم رو زوم بکنیم. خب این از این. ببینید این یه نکته که تمپلیت تو کاناله. حالا سوالی چیزی دقیق داشتید من نمیرسم کامنت اینا چک بکنم. خیلی سوالتون رو یک فرم درست کردم براتون، قشنگ سوالتون رو کامل میتونید بپرسید. دو پاراگراف هم بشه اوکیه، چه بهتر برای من. قشنگ میخونم تو استوری جوابشو میدم. نکته دوم اینه که خب N10 میخوایم دیگه، هممون N10 میخوایم. من خودم برای این N10 که الان دارم استفاده میکنم دارم از ایران سرور استفاده میکنم. خب و یه چیزی که خیلی خوبه اینه که خب من الان فکر بکنم تو الان یه 3 هفته شدی که دارم استفاده میکنم و فکر بکنم 3-4 تا فلو اکتیو دارم روی سرور N10 که از ایران سرور گرفتم. و یه نکته دیگه اینه که رایگان الان یه کد تخفیف 100% داره و فلو پروفلوش رایگان میشه. 1 ماه میتونی استفاده بکنی، تست بکنی و اگر دوست داشتی میتونی کلا ازش استفاده بکنی. چرا که خب اینم از این مورد. بریم سراغ پیاده سازی. میخوایم کراپ نزنیم. خب ببین من حالا خیلی برنامه‌ای ندارم برای ویدیو ها. خب یعنی چیزی واسه خودم درست نکردم که اینو بگم اونو بگم. بریم ببینیم که چطوری میتونیم بگیم. اول از همه بذارید ما یه چیزی بگیم که میخوایم یه دونه دیگه بسازیم یا اینکه نه اونطوری طول میکشه. خب توی ویدیوهای قبلی و چیزایی که تو الان گفتم همتون دیگه یعنی فکر بکنم تا اینجا رو میدونید که چه جوری بود. اوکی، یعنی ما سیمپل چی شد؟ ببینم چی شد. یعنی ما یه سیمپل مموری داشتیم، یک ایجنتی بود که صحبت میکرد پاسخ میداد. اوکی، و بذارید من این پرامپتی هم که از قبل براش گرفتم و بذارم که اینجا داشته باشم که بتونم حالا بعدش استفاده بکنم. این پرامپتیه که ما داریم، 90% کار این پرامپت میکنه. خب اینجا اوکی. خب ببینید حالا بای دیفالت ما چیزی که داریم میگه که آقا
سعی بکنید پرامپتاتون رو انگلیسی بنویسید. جدی میگم واقعا خیلی بهتره. یار مثلا helpful assistant، یه دستیار کمک کننده. اوکی، ما یه همچین چیزی داشتیم دیگه تو الان. یعنی طبق ویدیو قبلی، نمیدونم مثلا ویدیو قبلی راجع به چی بود، ولی اینطوری بود که گفتم حالا بهتون میتونید تلگرام کانکت بکنید، ایجنت رو بذارید، اوپن ای آی هم که می تو اوپن ای آی ای پی آی تون رو میگیرید، بعد و میتونید با ایجنتی که دارید صحبت عکس داشتم جنریت می‌کردم. خب من این کانکتشو کردم، تو ویدیو قبلی هم گفتم. من اینو در مرحله اول بذارید اکزیکیوت ورکفلو بزنم، بعد که بتونیم تست از این بگیریم. به این پیام دقت نکنید. بتونم مثال بهش میگیم سلام، این میاد اینجا. خب چی میگه؟ میگه ساب نود فلان مموری نو سشن آیدی فاوند. آها، چون این سیمپل مموری رو تازه اد کردم. ببینید فکر کنم اینم تو ویدیو قبلی گفتم. ببینید یا اگر نگفتم فکر می‌کنم گفته باشم. سیمپل مموری میخواین اد بکنید. سیمپل مموری چی میگه؟ میگه وقتی که یکی به ما پیام میده، پیام های اون شخص رو یه جا برای ما ذخیره بکن که بعداً بتونیم ازش استفاده بکنیم. بعداً که نه، تو هر درخواست. اوکی. خب حالا وقتی که علی داره پیام میده، ما از کجا بفهمیم این علیه؟ همینطوری نمیتونیم مموری اد بکنیم بعد بگیم که آقا پیام های علی رو بر اساس خب من باید چیز کنم. در مرحله اول باید اینو بخونم که بتونم درگ اند دراپ بکنم. بذارید ببینم چجوری میتونم چیز بکنم که بیارمش. اگه اینو دیسیبل بکنیم، تست بگیریم، فکر بکنم که جواب میده. این یه سری تریکاست که شاید هیچ دیده نشه که بتونید دیباگ بکنید. خب ما الان مسیجمون رو گرفتیم، ولی نمیشه hello how can I help you today فلان، ولی مموری بهش وصل نیست دیگه. خب الان مموری رو بهش وصل میکنیم. خب حالا اینجا چون یه بار ران شده دیتا تو فلو اومده، حالا ما میتونیم درگ اند دراپ بکنیم. اوکی. خب مثلا میگیم این علیه. برای اینکه بگیم علی کیه، هر کاربر توی تلگرام یه دونه آیدی یونیک داره منحصر به فرد. میگیم آقا این آیدی برای این چت هست، مثلا مهم نیست این کیه، علی احمده، ولی این آیدی است. یه اکانت دیگه پیام بده، این آیدی عوض میشه و ما میتونیم از این استفاده بکنیم برای مموری. تا الان ما یه همچین چیزی داشتیم. حالا زیاد دارم صحبت میکنم، تایم ویدیو زیاد نشه. واقعا سخت آپلود کردن. خدا رو شکر قراره ادیت نذاریم. خیلی مثلا ادیت نمیذارم. خب دوباره بهش میگیم هلو که یه های بهش بگیم که تست بکنیم. آره میاد تو مموری داره میاد و میگه که فلان بیسا. اوکی. که اینجا ما این نگاه بکنی علامت تعجب بده، میگه آقا سلام. چی میگه؟ هی های میکنه. این از این. تا اینجای ویدیو ما یه همچین چیزی داشتیم. الان ما میخوایم چیکار بکنیم؟ در مرحله اول بذارید بریم روی سوپا بیس. اصلا بحث سوپا بیس نیست، ما میخوایم پستگرس بهش وصل بکنیم. چرا؟ سیمپل مموری بچه‌ها صرفا برای تست گرفتن. خب خیلی سریع میخواین صدا با سیمپل مموری میزنیم و این سیمپل مموری میاد تو خود مموری سرور میشینه. نمیدونم یکم پیام ها زیاد بشه کند سیستمیه دیگه و اصلا نمیشه ترک کرد. نمیتونی، حتی میشه دیتابیس رو بخونید چه خبره تو خود سرور، ولی پیشنهاد من پستگرس دیگه یا ردیسه. حالا ردیس که چه بهتر، بعدا حتما میذارم ردیس خیلی خفنه برای چت بات واقعا. بعد که خب هم سرعت اون بیشتر بشه، همین که اصلا سریعتر بودن خیلی ملاکه. خب تو این سیمپل مموری هم خب سرور ما الکی دیتا نه دیگه، حالا هر چقدر خیلی نمیشه، ولی اصولیش اینه. یه چیزی هست میگن اصولیش اینه که باید وصل بکنیم به دیتابیس، ما باید وصل بکنیم به دیتابیس و سرعت خیلی مهمه. چجوری وصل بکنیم به سوپا بیس؟ حالا ما دیگه سیمپل مموری نداریم. اوکی، میخوایم اینو وصل بکنیم. برای سوپا بیس میایین توی supabase.com اکانتتون رو میسازید. فکر بکنم 1 ماه رایگانه، یا اینکه به ازای یه مثلا 500 مگابایت کلا رایگان. اوکی. من الان یه پروژه ساختم، حالا برای اینکه دسترسیش هم بهتون بدم شاید خیلی نکته مهمی باشه. توی supabase الان همون ابتدای کار که اکانتتون رو میسازید با یه همچین صفحه مواجه میشید، یعنی وریفای میکنید ایمیلتون و اینجور چیزا رو. میگه خب اسم پروژهتون چیه؟ من مثلا میخوام بزنم یوتیوب مثلا سپتامبر. اینجا یه نکته‌ای داره که ما برامون مهمه. میگه پسورد دیتابیس چیه؟ من دارم میذارم تست 1 2 3 4. اوکی. یه ادساین هم میذارم که این ایرور نده، برای اینکه خیلی ضعیفه. چیکار داری ضعیفه؟ 1 2 3 4 ادساین
یه ای بزرگ دیگه. واقعا پسورد سختی بود. یه مربع. باز بهتر. حالا اینو همینجا داشته باشید. بیایم تو انیتن. برای این ما میخوایم دسترسی بهش بریم دیگه. روی این مداده بزنید یا کلا یه دونه جدید درست بکنید. برای من حالا چجوری میتونم اینو پاک بکنم که اصلا کلا بهتون از اول بخوام بگم آها اینطوریه. شما رو من اینطوری در نظر میگیرم که آره با دیفالت اینا رو. این پسوردی که اینجا گذاشتیم و که نمیدونم الان یادم این چی بود و کپی میکنید میذارید توی قسمت پسورد. این هست. اوکی. اینجا می ریجن براش انتخاب میکنید، خیلی فرقی نمیکنه. یه دونه پروژه جدید درست میکنید و اجازه میدید که این پر بشه، یعنی دیتابیس ما ساخته بشه. داره درست میکنه. کجا بود؟ فکر بکنم توی یه جا بود که میتونستیم چیزا رو ببینیم. برای اینکه ببینید این الان سوپر بیسه. خب ما میخوایم ازش پستگرس در بیاریم. روی بعد پروژهتون اویلیبل بشه، درست بشه، بیاد بالا، طول میکشه دیگه که بعد رو کانکت بدن. حالا تا اون درست بشه یه دونه هاست میخوایم، یه دونه یوزر میخوایم و یه دونه پورت. درست نشدی؟ خب درست شد. حالا که این اومد بالا روی کانکت میزنید. اینجا یه دونه اینجا نمیشه تایپ URI، اینو بذارید روی PSQL. اوکی. یه کوچولو بیاین پایین. البته نمیخوام بیاین پایین. اینجا نمیشه ترانزکشن پولر اگر میبینید. اوکی. روی ترانزکشن پولر اینجا یه سری چیز میز نوشته. خب این چیزی که این اولش هست نوشته چی اچ. خب به این میگین پایثون میگن دیگه. آره فکر بکنم. اینو کپی میکنید. این هاست شماست. خب برای پستگرس ها. خب این هاست شماست. کپی کردیم. یه کمی جلوتر نوشته پی. این پورته 6543. میاین پایینتر پورت هم میذاری 6543. یه کمی جلوتر یه دونه واسه یو که برای یوزر. این هم کپی میکنید. اوکی. بعد این هم میذاریم اینجا. سیو. تموم شد. سوپر بیس ما کانکت شد. الان دیگه میتونی بگی آقا من دیتابیس وصل کردم به چت بات هم دیگه حرفه‌ای. الان سوپر بیس کانکت شد. ما یه چت مموری پستگرس داریم که خیلی فوق العاده است. حالا بیایم اینو کانکت بکنیم. حالا خدا رو شکر دیتا تو فلو هست. ما اینو میاریم پایین و اینجا حالا من چون از قبل ست کرده بودم اینو مجددا درگ اند دراپ میکنید، میذارید روی کیش که خیلی مهمه دیگه. و انیتن چت هیستوری خودش با دیفالت درست میکنه. کانتکست ویندوش هم بچه‌ها برای پروژه قبلی که می‌خواستیم عکس درست بکنیم من گفتم 4 5 تا، ولی اینجا تا 15 تا اوکیه چون می‌خوایم چند تا سوال بپرسه از طرف دیگه. یه مقدار میریم تو فاز واقعی تر بودن. و اینا ما دیتابیسمون اوکی. یه تست بگیریم. اکزیکیوت تلگرام. الان دیگه هیستوریمون ندارم. یه فوش بهمون میده. چه خبرته؟ هلو فلان بیسان. اوکی کانکت شد. میاد میخونه برمیگردونه دوتا. حالا خیلی مهم نیست درگیری نشید. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که ما به این یه طول اضافه بکنید. ببینید برای اینکه به ایجنتتون طول اضافه بکنید، البته من تو ویدیو قبلی هم میگم شاید چون حالا برنامه‌ای ندارم خیلی هر سری یه جور شاید میگم، حالا شما همش گوش بکنید شاید تو بینشون یک سری نکات باحال پیدا بکنید. برای اینکه تو انیتن به ایجنتتون یک ابزار و یک وسیله طول هر چیزی اضافه بکنید، دو تا چیزه که باید رعایت بکنید. یک، توی پرامپت بگید اون دست ابزار داره چیکار میکنه. دو، تو خود این تولزم یه دیسکریپشن داره که اینم خیلی مفیده. تمام. خب من گوگل شیت تو ویدیو گوگل شیت تو ویدیو قبلی نبود. گوگل شیت توی کانال تلگرام فکر کنم 2-3 تا ویدیو براش درست کردم برای تمام ای پی آی های گوگل. میتونید عضویت بگیرید و استفاده کنید. این گوگل شیت ماست که من درست کردم، اسمش رو گذاشتم اپلاید. اوکی. بعد برای اپلایدمون یه دونه رول، نیم، ایمیل، فون، اسکور، وردیکت، نوتس، سورسش کجا بوده، اسمش اضافیه دیگه یا کانسنت. خودتون دسته میتونید اینا رو وارد بکنید. اینا چیزایی که من به ایجنت گفتم اضافه بکنه. مثلا تو چه رولی بوده، مثلا جاب پوزیشن چی بوده، میگه اینجا همش میاد. انیتن اکسپرت بوده، فلان بوده، نمیدونم اسم طرف چی بوده، ایمیلش و فون نامبر و امتیازش رو نمیدونم، نوت و بقیه موارد.
یه دونه شیت خالی درست میکنید به اسم اپلاید. اوکی. و اصلا بذارید من اینو پاک بکنم. ای کاش پاک نمیکرد، چون نمیدونم چیکار کرده بود. خب توی تول یه دونه تول مونده که بهتون بگم. بذارید رو پرامپت اول صحبت بکنیم. حتی نه دیگه، بذارید اول تول رو بهش بگم، بعدم پرامپت رو اد بکنم که یهو تست بگیرم. ببینید ما میخوام این ایجنت ما به گوگل شیت ما دیتا رو وارد بکنه. حالا اینکه کی وارد بکنه رو توی پرامپت بهش میگیم. اینجا سرچ میکنید شیت. خب ما میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم اپند بکنیم. یه دیسکریپشنه که اتوماتیکه، اینو میذارم منوالی که بنویسمش. بعد گت رو که نمیخوایم بخونیم، میخوایم اپند بکنیم. عملاً یه دونه ردیف میخوایم اضافه بکنیم. میگه تو کدوم؟ توی اپلاید. و اینم که SSL دیفالت. اینجا میگه که این کالمنا، این ستون متونا رو خب چی بذارم؟ یا باید دستی بگی اینو بذار که اصلا پوستتون کنده میشه. عملاً یکی از ماهیتایی که AI ایجنت داره تو N8N که حالا یه کوچولو بیاین جلوتر، این دکمه هست اینجا، اینو میزنید، بهشم کاری نداشته باشید. این میگه چی؟ میگه برو خود پیدا کن، یه کاریش بکن. رو خیلی چیزا جواب میده ولی رو بعضی چیزا جواب نمیده. اگر گیج زد که گیج نمیزنه واسه این پروژه، چون من تست گرفتم، از دیسکریپشن یادتون نره. بعد این خودش مدل با توجه به دیتا و چیزایی که از طرف گرفته میاد خودش اینا رو پر میکنه. اوکی. و عقل و شعورش میرسه که مثلا من اینجا گفتم اسکور، مثلا یهو نره اسکور رئال مادرید و بارسلونا رو بذاره. بهش سیستم پرامپت دادم، گفتم تو کی؟ میدونه اصلا تو چه کانسپتی هست، خودش میفهمه. اوکی. اینم از این. بعد دیگه آپشن دیگه ای که نداشتم، اپند رو این شیت. اپند میگه این چه تولیه؟ نمیدونم چی نوشته بودم برای این. مثلا میخوام بگم use this tool to add user info هم که نمیشه، ولی اسم اینو اد کردم. حالا باید توی پرامپت هم عوض بکنم دیگه. اینجا نمیدونم اسمش چی بود این چیزی که من گذاشتم. سیو اینفو بود اسمش. حالا اینجا هم همین، اینجا بهش گفتم دیگه. حالا من خیلی درگیر پرامپت نمیخوام بشم الان. اینم الان اضافه کردیم. این ایجنت الان یک چیزی داره تحت عنوان اینکه میتونید دیتایی با توجه به صحبت اضافه بکنید تو این گوگل شیت. اوکی. ولی چه دیتایی؟ کی؟ بریم اینا رو براش توی سیستم پرامپتش تعریف بکنیم. توی سیستم مسیجش گفتم که آقا تو یک اسیستنت هلپفولی مثلا. اینجا ببینید اولا اینکه بچه‌ها من همه این پرامپت رو گذاشتم توی چیز، یعنی 6 تا ایجنت هستش تمپلیتش، میتونید پرامپت همشون رو ببینید دیگه، متوجه میشید دیگه. همه چیز رو از من توقع نداشته باشید که البته من میگم ولی خب تو این ویدیو جا نمیشه. ببینید یه نکته این که من کانسپت رو براش تعریف کردم، یعنی خودم میدونستم میخواستم چیکار بکنم. 5 6 سوال بپرسم، 2 3 تا فالوآپ بپرسم. فالوآپ حالا یه سری میگن آقا چرا انقدر انگلیسی حرف میزنی؟ فالوآپ دیگه، من چی بگم مثلا به فارسی نمیدونم چی میشه. یعنی که اگه طرف بهش گفتم آقا مثلا تمامی کارهایی که تو این مدت کردی و فلان و بیسان و اینجور چیزا رو به من بگو، مثلا نگه که پایتون، مثلا میگه بابا چه کار کردی پایتون فلان بیسان، مثلا میشه فالوآپ. حالا انگلیسی که کلاس انگلیسی که بعد آره یه برنامه‌ای برای خودم داشتم. ببینید اصلا پرامپت انجینیرینگ، مهندسی پرامپت، حالا هر چیزی که بهش میگن، صرفا این پرامپت نی که اینجا میذارید، این که شما به یه منطقی برسید و بدونید چی میخواین، چی نمیخواین، چی دارید، چی ندارید و از چت جی پی تی میتونید استفاده بکنید. یعنی من خودم همین کارو کردم. گفتم آقا چت جی پی تی من این سری سوال دارم، میخوام بهشون وزن بدم، میخوام ایجنتم بهش اسکور بده، اگر فلان بود دوباره فالوآپ بکنه و در انتها اونهایی که بیشتر از یک حدی بود 65 مثلا اسکور گرفت، اینا کندیده چیزهایی هستن که درخواست دهنده هایی هستن که میتونن برای اون شغل کاری مناسب باشن و توی گوگل شیت ذخیره‌شون کن. خیلی خیلی میتونید اینا رو این کار بکنید. یعنی واقعا خیلی کارای باحالی میشه کرد. من اصلا واقعا به خود یه پروژه من کرده بود همچین چیزی بود. بعد توی شیت بر اساس حالا مثلا اون طرف با فرم پر میکرد، حالا ما اینجا داریم عملا با چت میکنیم میگیریم. و بهش گفته بودم که آقا یک سامری هم بهم بده
که مثلا آقا چی، مثلا من که پس فردا میخوام با اون طرف کال بکنم بگم فلانیه، نه مثلا بدونم چی بوده چی نبوده، چیزی که مهم بوده برای من اکسترکت بکنه و در نهایت فول نیم و ایمیلشو بهش گفتم اولا اینکه خب ولید باشه و اینکه دیگه اسکورش چی بوده یه نوت برامون بگیر. مثلا بهش گفتم که اگر کمتر بود دیکلاین کن، هم بهش میخوای ریسپانس بدی اینطوری دیکلاینش کن، یعنی ریجکتش کن. اگر که پروسید شد کانتکتش رو کپچر بکن. البته یه سیستمشو بس چت جی پی تی نوشته و من صرفا کانسپت رو بهش توضیح دادم، خیلی ساده خوانا بخوام بهتون بگم اینطوری بوده. ولی مثلا گفتم آقا از یک حدی بیشتر شد، از 65 بیشتر شد چیز بکن. نمیدونم کجا اونو تعریف کرده بودم که اینجا بهش گفتم. اینجا آره گفتم که اگه از 65 بیشتر شد وردیکتش یعنی این چیزه اوکی. و اگر نایس تو هاف، دیدید که اینجا پوزیشن هایی که تو لینکدین هستش اگر اینا رو داشته باشه پوینت مثبت داره، سی آی سی دی داکر نمیدونم ایسینک آیو کلاود و کشینگ و پانداز و نامپای و لینوکس اگر بود این خودش اسکور میده بهش، خیلی باحال. و یه چند تا سوال واسش طرح کردم و این سوالا رو گفتم چت جی پی تی خوش بنویسه دیگه، نمیدونم بشم سوال طرح بکنم ولی کل کانسپت جواب میده. و گفتم آقا اونی که فکر می‌کنی مهم‌تره بهش وزن بیشتری بده. اینا رو همه رو همینطوری پشت هم نوشتم. دادم چت جی پی تی یک پرامپت آماده برای من درست کرد و من اونو کپی کردم گذاشتم اینجا. حالا اگر خیلی روی این مسلط نیستم به خاطر اینه. قبل ویدیو هم یکاش میخوندم که بتونم خیلی قشنگ‌تر توضیح بدم ولی داستان همینه. بعد یه سری سوالای اصلی براش گفتم اینا سوال‌های خیلی مهمن، کور کوئسچن ایناست. بعد ارزیابی رو با این سکشن انجام میده. شما اگر میخواین یک مثلا میخواین بک اند کار مثلا استخدام بکنید، شما باید چیکار بکنید؟ خیلی دوستانه و صادقانه بهتون بگم همینو کپی میکنی، کپی که کردی میری چت جی پی تی، میگی چت جی پی تی این یک پرامپتیه برای اینکه من بتونم یه شخصی که پی اچ پی بلده رو تو انیتر واسه سیستم پرامپت درست کردم پیدا بکنم. حالا میخوام یه بک اند کار پیدا بکنم که این ویژگی رو داشته باشه و خیلی بهتره که مثلا برای اون قسمت نایس تو هاوش همه اینا رو کامل بهش بگید و بگید که مثلا میخوام با دیتابیس مثلا ماریا دی بی کار کرده باشه و اینو واسه من مثل همین فرمت در بیار و ابزارم اسمش رو تغییر نده، دقیقاً همینا و اون براتون جنریت میکنه. یعنی کاری که من خودم کردم برای اون 6 تا ایجنت. یعنی من اینجا یک ایجنت داشتم، اینو نوشتم، توسعه که ندادم، پرامپتاشو ست کردم، اینو پاک بکنیم و رفتم به چت جی پی تی گفتم آقا من همچین چیزی دارم، ابزارش اینه، فلانش اینه، حالا بیا برای وردپرس بگو، برای سئو بگو، برای فرانت اند بگو و همش هم جواب میده. واقعا به طور مثال فکر بکنم کانتنت کریئتور رو مثلا باز نکرد، خب فکر کنم خیلی دیگه دارم صادقانه صحبت میکنم. مثلا این اومد چیکار کرده، همون داستان هست، یک سری سواله، یک سری به مثلا گفته پورتفولیوشو بگو توی یوتیوب و اینستاگرام و تیک تاک، بعد راجب داستانگویی طرف مثلا استوری تلینگش یا مثلا با چه ابزاری کار کرده، پریمیر، کپکات، داوینچی. یعنی جواب این چیزی که من رفتم تست کردم جواب داده، دارم بهتون صرفا میگم. من اصلا فکر نکنید خیلی چیزا، خیلی آدم خفنی هم تو این سری کارا انجام دادم و جواب داده، دارم باتون شیر میکنم. حالا پس برای نگید آقا ما انجام دادیم نشد فلانی، نمیدونم بلد نیست فلان اینا. من دارم حالا چیزی که احساس میکنم جواب میده رو باهاتون شیر میکنم در مرحله اول. این از این میتونید کاستومش بکنید، فلان بکنید. نمیدونم چند دقیقه تو الان ریکورد کردیم ولی یه تست هم باتون بگیرم دیگه که خیالمون راحت باشه. هرچند اون تمپلیتی که گذاشتم تو کانال تست شده است اوکی، ولی من اینو سیو کردم، پرامپت رو بهش دادم، همه چیزش اوکیه، ایمیلش و فلان و بیسان. بعد اوکی بریم تستش بکنیم، تلگرام اکتیوش بکنیم چون که دیگه یه سوال نیست هی بعد بپرسه پاسخ بده. من دیپسیک رو اینجا باز کردم که بتونم سریع پاسخ میده بگیرم پاسخ بدم میسان. ببین الان یه تیکه پرامپت بازی رو بهتون یاد بدم، پرامپت نویسی رو. ببینید الان این دیگه این ایجنت قبلی نیست دیگه، داستانش متفاوت.
من الان به این بگم های. خب فکر کنم بچه جی پی تی 5 استفاده کردم. بذارید ببینم. آره جی پی تی 5 مینی. یک کوچولو تسکش نیاز به یکم به شعورش بالا باشه دیگه. به خاطر هم جی پی تی 5 استفاده کردم. بعد خب این که نسوبا بیسه فلان فلان. چی داره میگه؟ من اسیستنت هم برای پایتون دیولپر رول چند تا سوال ازت میپرسم که ببینم که تو فیتی یا نه. اولین سال how many years have you used Python in production؟ چه فلان. اوکی حالا ببین الان میخوام تو باز پرامپت بازی برای این نمونه مثلا توی پروژه و این داستان نداره. به دیپسیک میخوام بگم چی؟ میخوام بگم که you are a helpful assistant for answering my job interview questions. Okay. Consider yourself as me. چی دارم بهش میگم؟ consider yourself مثلا حالا از مثلا my situation. حالا هر چی فارسی هم میتونین بهش بگی. حالا یه ترجمه براتون میگم. دارم میگم که یک اسیستنتی هستی که پاسخ سوالهای مسابقه منو بدی. خب خودتو جای من در نظر بگیر. consider yourself as me and answer the questions one by one. حتی بچه یکی از دلایلی که هستش من فارسی حتی اصلا انگلیسی خیلی بهتره، خیلی بهتر. کیبوردم فارسی نداره، خیلی سخته واسم. اوکی آره answer the questions one by one. اینو بهش میگم. اوکی اصلا این یک نوع پرامپت بازیه دیگه. خب پرامپت بازی دیگه چیه؟ یا مثلا خودت هم بگی باشه اوکی فلان بیسان please provide me with نگاش کن تو رو خدا. بذار من این استاپ بکنم مجدد. بذار من این کپی بکنم یه بار دیگه بهش بگم answer the questions that I will send one by one. No comments, just answer. گفتم سوالای بعد چیزای بعدی واسه سوالا رو میفرستم، فقط به سوالا جواب بده. دیپسیک یکم خنگه، البته من جی پی تی باز میکردم. اوکی الان دیگه فهمیدم. خب بریم اولین سوالی که پرسیده بود چیه. گفته که اولین سوالو کپی میکنیم میدیم به این و میذاریم این پاسخ بده بفرستیم برای اون. چه دیگه باید بیشتر راجع به پرامپت باش کنم. مثلا من رو جی پی تی کار کرده بودم اوکی. این دیگه فهمید داره میگه I have used Python فلان. اوکی این از این پاسخ بهش بدیم، این بخونه و تحلیل کنه، سوال بعدی رو بپرسه. بعد ویچ به فلان. اوکی مهم نیست، سوالش سخته یکم. پس ببینید چقدر پرامپت این بالا اوکی بود. مثلا من خودم اینجا اصلا گیر کردم. خیلی داره جواب میده. ببین مثلا خیلی داره جواب میده، حتی بد نیست ولی اونور خب باید چیز کنیم دیگه. حتی اوکی، حتی کاش بهش میگفتم ماکسیموم 2-3 خط توضیح بده، ولی دیگه اتفاقی که شده بذارید من بهش بگم. ایشالله که جی پی تی 5 چیز نکنه. یه چیزا داریم با هم تست میکنیم. مثلا اینجا اگه خنگ بزنه من دیگه فکر بکنم واقعا من ویدیو رو کات کنم. حتی کات نمیکنم دیگه، خودمونیم دیگه. 3-4-5 بار تست گرفتم خطایی نداشته. حالا این بیشور یکم داره زیادی توضیح میده. بابا دیگه چه خبرته بابا؟ الان میخواد رفرنس هم بده به ما. وای خب بذار بهش یه فوشی بدم. نه بلش نه وایسا. answer the question in maximum 3 lines. اوکی آفرین بچه خوب. اصلا چی پرسیده؟ میگه که توی production which production databases did you use.
ویچ اور فلان اسکیول الکمی. اوکی. بعد سال بعدی قشنگ سالا رو میتونید تغییر بدید. واقعا جوابه، واقعا دیگه الان اگه بیشتر پاسخ بده اوکی، واقعا سویچ میکنم رو جی پی تی. من چون یه دونه جیمیل دیگه اینجا دارم و روی این جی پی تیم نیست، واسه همین دیپسیک آوردم. بعد I leverage فلان describe. حالا اینو ببین به بنده خدا بگم، اون بنده خدا میخواد کلی به ما توضیح بده. Describe a tricky bug or performance issue you solved in Python. چون مادر بولد میکنه یه چیزو، من الان میگم این داره میره. آها دیگه شورش رسید، شورش فهمید. خب دیگه واقعا داریم استخدام میشیم، ما داریم حرف میزنیم دیگه. خسته شدید؟ عیب نداره، چیکار کنم دیگه، بهتون نشون بدم دیگه. ببینم ساعت چنده، ساعت 3 صبح، منم خستم. Have you used any of the all بابا بریم کنترل خود استخداممون کن بریم. CI/CD داکر async IO. اگر داکر داشته باشید میتونید با داکر کانکت کنید دیتابیساتون رو. خیلی باحاله واقعا. دیگه الان دوباره داره زیاد توضیح میده. حالا همه هم استفاده کرده ماشاءالله. مثلا اون اول فرانت مثلا میتونیم بهش بگیم آقا یه مقدار ما چیزی بیسیک، ولی حالا ما داریم تست میکنیم دیگه، خبری از کار نیست. Do you follow GitHub؟ سرویسمون کرد که حتی دیگه همینه دیگه. واقعا ببینید چقدر خوبه. الان ما داره حوصله‌مون سر میره، ولی فکر کنم واقعا یکی می‌خواست با این استخدام میشه، صحبت میکرد فلان میکرد. خیلی رو امتیاز دهی و اینجور چیزاش میتونید کار بکنید برای اینکه اون چیزی که واقعا میخواین رو بگیرید. حداقل از هیچی بهتره. که شما فکر بکن میخوای 50 تا رزومه بگیری، حالا بیا بشینی بخونی ببینی این مثلا وجود چیز شرایط هست نیست فلان، حداقل 40% کارم براتون سبک‌تر بکنه. بازم 40% دیگه. گرید. آها خدا رو شکر. میگه خیلی خوبه به نظر که مچ قوی میاد، یعنی اوکی الان ما استخدام شده. میگه میتونم کانتکت تو داشته باشم. حالا دیگه همه چی هم چیز نگیم که مثلا بذارم وای چرا، مثلا بگم what do you want، چی میخوای. همش سر اینه دیگه، کلا همه چی تو این میچرخه. هرچند یه مقدار شاید مثلا گفتم آقا، گفتم اگر مثلا سال 56 فلان 20 یه چیز زیادی هم شاید داره، ولی واقعا داره خوب جواب میده. آها good question. contact about next step full name email phone number. من بهش گفتم فقط اینو بگیر. خب از کاربر فقط باید اینا رو به ما تحویل بده دیگه. ولی چرا من اینجا یک سری چیزا که گذاشتم خود ایجنت شعورش میرسه. خیلی چیز مهمیه. مثلا ما هیچ چیزی از رول صحبت نکردیم، من هیچ وقت صحبت نکردم، ولی توی سیستم پرامپت اینجا بهش گفتم که هایرینگ باتی برای تلگرام، برای تلگرام که نه این میاد روی سورس، برای فور پایتون دیولپر رو میگیره رول، سورس رو میذاره روی تلگرام. فهمیدید؟ و بریم پاسخ آخرم بدیم. اسمت چیه؟ اسمم امیر حسینه. بعد ایمیلم هم اینه. شمارم هم حالا یه چیز الکی. اوکی. این گوگل شیت اپلاید است. فکر کنم ایرور بده واقعا دیگه کات میکنم این یه تیکه رو، چون که همینطوری یه چیزی کانفیگ کردم. اوه چی نیومد چرا؟ شاید خب خطا بخوره. تانکس فلان نیومد. حتما یه جای کار مشکل خورد. خب بریم ببینیم چرا نیومد. بریم دیباگ بکنیم. مسیج آخری که داشتیم اصلا سیو نکرد. عجب. آها حاجی
خیلی واقعا سخت بود واسه من الان بخوام دوباره توضیح بدم اصلا نمیدونم کجا شروع میکردم. گفته که مرسی من دارم اینو اجازه میدی که سیو بکنم. آره بابا لامصب دهن ما رو سرویس کردی، سیو کن دیگه. واقعا ترسیدم. گفتم الان این سیو نشه پیش میاد دیگه. من میگم یه چیزی رو از این بار انداختم، یه چیزم کانفیگ نباشه یه رو بخوره دیگه، حالا بیا جمعش کن. حالا این بازم واقعا فکر کن سیو نکنه دوباره داری میگی thanks I have your name فلان. منفی please resend your phone number. ای بابا گفته بودم بهش چیز بگیر توی کانتکت، بهش گفتم که فون نامبر رو حتما با کد کشورش بگیر. بعد علاوه 98 رو بهش میدم. thanks could you. عجب هی داره سوال ما فرستادم برات دیگه عزیز من. دیگه داره سوالش یکم زیاد میشه، داره خنگ میشه فکر کنم. میدونی چرا؟ چون که هی این چت هیستوری رو هی داره بهش میده. پس خیلی مهمه که پرومپتتون رو بهینه بنویسید. تو رو قرآن بذار اذیتمون نکن. و این داره هی میره اون اصلا میخونه ببینه برام گوگل شیت چه چیزایی میخواد چه چیزایی نمیخواد، هی سیستم پامپ رو چک میکنه. مرسی که سیو کردی، خدا رو شکر. واقعا استرس داشتم. گفتم الان این چیز نمیشه. اجازهش هم میذاره اصلا نمیدونم سورسش تلگرام نیتر تلگرام، حالا میذاره نیتر نمیدونم چرا گذاشت. بعد وردیکت پروسید شده، بعد اسکورش 90%، شماره، ایمیل، نیم، رول و نوتس. یه چیز خیلی مهم که نوتسه اینه که میگه مثبت 5 سال پایتون کار کرده، نمیدونم جنگو فست ای پی آی اینا دیتابیس. چیزای مهمی که یکی که بعدا میخواد با این مسابقه بکنه رو گفته، میگه اینا رو کار کرد. این خیلی خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز خوبیه. و خدا رو شکر که این چیز شد، چون من این سیت رو اینجا درگ اند دراپ کردم ریموو کردم. گفتم شاید حالا یه کانفیگوریشن چیزی نمیدونم دیسکریپشنی فلانی بالاخره باید تست گرفت دیگه. و خدا رو شکر همه چی اوکی بود. این از این ویدیو. تمپلیتشو میذارم تمرین بکنید. سوال داشتید حتما بپرسید. تا نیاین تمرین بکنید چیزی یاد نمیگیرید. دوره‌ای نخرید، چون که خودتون یاد بگیرید بهتره دیگه. چرا میخواید این دوره بخرید واقعا؟ بعد آره دیگه همین. فکر بکنم که تمومی برای این ویدیو. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ. سوال داشتید بپرسید و دمتون هم گرم دیگه. خدا نگهدار.